سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز در خدمت مراجعه خیلی نازنینمون هستیم. از خطه شمال تشریف آوردن، شهر ساری، و امروز جلسه 38مشون هستش. خب آقای دکتر آگاهی براشون 40 جلسه درمان گذاشتن برای اختلال وسواس. دختر نازنینشون هم اینجا هستن. خواستم بدونم که خب با چه مشکلاتی تشریف آوردن و بعد از این تعداد جلساتی که در خدمتتون بودیم الان مادر چطور هستن؟ مرسی خانم دکتر. با وسواس شدید آب، وسواس شدید آب، شستشوی خیلی زیاد، فقط در قسمت دست. بعد اینکه زندگیش کلا مختل شده بود، خیلی با آب بازی میکرد، تایم آب بازیش خیلی زیاد بود. بعد اینکه من درباره دکتر آگاهی 1 ماه تحقیق کردم، در مورد دستگاهشون 1 ماه تحقیق کردم و نوبت گرفتم اومدم. بعد با یه سری از داروهایی که دکتر نوشت و با دسته TMS الان همون 5مین جلسه ما جواب گرفتیم. جلسه پنجم جواب گرفتیم، ولی گفتیم که درمان ادامه بدیم که بازگشت دیگه نه تکمیل بشه و بازگشتی نداشته باشه. چقدر زمان میذاشتن توی مثلا برای استفاده از سرویس، برای حمامشون، شستشوشون چقدر زمان میذاشتن؟ مثلا اگه سرویس صبح میرفتن 8 تا 10 توی سرویس 8 تا 10. برای حمام چی؟ مثلا اگه بعد از ظهر مثلا ساعت 4 بعد از ظهر میرفتن حمام تا 8 و نیم 9 شب 10 شب هم طول میکشید. خیلی زیاد. بعد دیگه خودشون هم خسته شده بودن و اینکه میگفتن که باید برم دکتر رو درمان. اصلا کلا زندگیشون مختل شده بود. نه مهمانی، نه رفت آمدی، نه چیزی، کلا زندگیشون مختل شده بود. اینکه واقعا از آقای دکتر ممنونم که کمک کرده شد داروها و واقعا 5مین جلسه جواب گرفتیم. خودش هم به اون آرامش رسید. خدا رو شکر. ولی گفتیم درمان رو ادامه بدیم و من خیلی به همه معرفی کردم. خیلی ممنون ازتون. انشالله که همیشه سلامت باشن. هم مادر هم شما، قربونتون. انشالله که شما رو بازم ببینیم ولی با سلامتی و با دل خوش. سلامت باشیم. متشکرم. ممنون. مرسی. خواهش می‌کنم.